به طور شایع پرسیده میشه که از چه زمانی بیماران باید این بحث تراکم استخوان و پوکی استخوانشون رو پیگیری بکنن. به طور شایع چون این عارضه توی خانم ها شایع تره، معمولا خانم ها 1 تا 2 سال بعد از یائسگی باید قطعا از سلامت استخوان هاشون مطلع بشن. علت این که این عارضه در خانم ها بیشتره به این علت هست که خب خانم ها دوران بارداری و شیردهی رو گذروندن و این یکی از مهمترین علل شیوع بیشتر پوکی استخوان در خانم ها هست. علت دیگر اون اختلالات هورمونی یا هورمون های زنانه ای که دارن باعث بحث پوکی بیشتر تو اونها میشه. موارد دیگه ورزش کمتر، مواد لبنی کمتر مصرف شده در خانم ها و پوشش هایی که حالا با در کشورمون داریم، اینها به طور کلی از عواملی هست که باعث شیوع بیشتر پوکی استخوان در خانم ها میشه.